مگان فاکس، ستاره جذاب و سکسی هالیوود که در سالهای قبل تبدیل شده بود به رول مدل جذاب برای دختران جوان و همچنین کراش پسرا. خیلی اونو آنجلینا جولی دوم میدونن. در کل خیلی خوشگله، بدن زیبایی هم داره و همه جوره میدرخشه. ازدواج اولش با برایان آستین بود که 12 سال زندگی سالمی رو داشتن و صاحب 3 تا بچه هستن، در واقع 3 تا پسر. سال 2020 روابط و زندگیشون دوچار اختلال میشه که توجه همه برمیگرده به مگان فاکس. یه کتاب شعر چاپ میکنه و توی اون کتاب خیلی از موارد زندگیش رو اعتراف میکنه و از همه بدتر مشخص میشه که تمام این زندگی به ظاهر سالم پر از خیانت و دروغ بوده که ما از مگان فاکس نمیدونستیم. تا آخرین ویدیو با من همراه باشید دوستای عزیزم. سلام رفقا، من حامی هستم و این کانال حامی سلبریتیه. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. مرسی از سابسکرایبای عزیزم، از لایک و کامنتاتون ممنونم. مرسی که حمایت میکنید. تا آخرین ویدیو با من همراه باشید و در رایگان ترین حالت ممکن از من حمایت کنید با لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال من. بدون معطلی لیتس گو. 16 ماه می 1986 در تنزی آمریکا به دنیا میاد. وقتی 3 سالش بود پدر و مادرش از هم جدا میشن چون اختلاف داشتن. پدرش حاضر نبود که با اونا ارتباط داشته باشه و مگان پدرش رو نمیدید. این کمبود رو از بچگی احساس میکرد. مادرش ازدواج میکنه با یه مرد به شدت مذهبی و مگان رو میفرستن برای 12 سال به مدرسه کاتولیک و تو خونم قوانین سختی حاکم بود، جوری که اجازه هیچ کاری رو نداشت، حتی داشتن دوست پسر و حتی نمیتونست دوستاش رو ببینه و بیاره خونه. به گفته خودش همه اینا باعث شد که تبدیل بشه به یه آدم سرکش و یاغی که دوست داشت قوانین رو بشکنه. به قولی هر چی سخت بگیری از اون ورش در میره. به خاطر همین در روابطش موفق نبوده و همش انتخابای اشتباه میکرده و اعتقاد داره که تأثیرات بچگی افتضاحیه که داشته. حتی چند باری هم دزدی کرده که به دادگاه هم کشیده شده. خیلی سریع صحبت میکنه و اقرار کرده که به هر دو جنس یعنی مرد و زن گرایش داره. خیلی جالبه که شخصیت مگان فاکس، آنجلینا جولی و امبر هرد شبیه همه که ویدیوهاشو براتون ساختم و میتونید برید که نگاه کنید. تو کتابش هم نوشته پسرای خوشگل خیلی سمی هستن، مثل مواد میمونن که بهشون معتاد میشه آدم. اما نمیدونم چرا این آخری اینقدر شخمیه. تو کتابش گفته یه مرد خیلی معروف تو زندگیش بوده که هیچ وقت اسمش رو نیاورده و گفته که خیلی آزارش میداده، یعنی آزار جنسی، روحی، جسمی و حتی شکنجه. در سال 2009 در مراسم گلدن گلوب در کنار بیلی گلاولی میشینه. انقدر مشروب خورده بود و چرت و پرت گفته بود تو مصاحبهاش که کلی حاشیه براش درست میشه و از اون تایم تصمیم میگیره که کلا مشروب رو بذاره کنار. گفته به اندازه کافی تو زندگیم دراگ و مواد استفاده کردم و الان پشیمونم و کلا همه چیزو گذاشته کنار. اما جالبه که گفته ماریجوانا رو مواد نمیدونم و بدک نیست. و اما ماجرایی که زندگی و شخصیتش رو خراب کرد و در تمام رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی و چیزا وایرال شد این بود که همه فکر می‌کردن زندگی خوب و متحدی داره، اما بارها داستان خیانتاش پخش شده و در هر فیلمی که بازی می‌کرد با همکاراش یا پارتنر سینماییش وارد رابطه جنسی می‌شد که البته خودش هم اینو اعتراف کرده. در یه فیلمی قرار شد که بازی کنه که یه جای خالی داشت و اونو دادن به ماشین گان کلی و گفته رفتم سرچ کردم و دیدم واو، قراره که احتمالاً در زندگیم یه اتفاقایی بیفته و یه شرایط سخت عاطفی بین من و برایان آستین پیش بیاد، چون چهره و استایل ماشین گان کلی یا همون MGK چیزی بود که من از 4 سالگی تو رویاش بودم. از 4 سالگی تو چه فکرایی بوده ای دختر؟ و گفته که من با قانون جذب اونو جذب خودم کردم. در فوریه 2022 مگان و برایان از هم جدا میشن. اما این نظر شخصی منه، اصلا نه زیباست نه جذابه و نه استایل خوبی رو داره. یه مثالی هست که میگن هر چیزی به سرخه برای دست چلاقه، دقیقاً همینه. اگه دقت کنید همیشه همین بوده. خیلی کم پیش میاد که هر دو در حد همدیگه باشه. و جالبه که بعدها خانم گفته که رابطه با برایان برای من از لحاظ روحی، جسمی و جنسی کافی نبود و من همش تمام مدت چشم داشتم با آدمای دیگه. خب عزیز من، جدا میشدی باید حتما خیانت میکردی. واقعا این مسئله بزرگ جامعه امروز نه فقط برای زنها بلکه برای مردها هم هست.
وقتی که نمیتونید زندگی کنید جدا بشید و بعداً وارد یه زندگی جدید بشید، نه که اون زندگی رو ادامه بدید و همدیگه خیانت کنید. پسر اسکل اصلا تیپ و استایلش چقدر زشته که مگن هم شکل خودش کرده و یه حلقه داده به مگن که پر از خاره و گفته اگه مگن بخواد درش بیاره باید کلی درد بکشه و عشق یعنی درد کشیدن. آخه پسر تو در حدی هستی که درد عشق رو تجربه کرده باشی؟ طرف اینقدر تحت تاثیر مواده که چرت و پرت زیاد میگه. روابطشون رو علنی کردن در محیط‌های عمومی، همون میبوسن و گفتن ما همونه میبوسیم، ما نفس همدیگه رو میخوریم. او مای گاد. با لیوان شکسته خودشو پاره میکنه و از خونه هم میخورن. در واقع اصلا رابطه نرمالی نیست و یکم چسکل مسکلن و من احساس میکنم که مگن به اجبار مونده تو این رابطه، دلیلش هم کسی نمیدونه. در واقع طبق گفته رسانه ها تبدیل شده به یه رابطه یه زن بالغ و یه پسر تینیجر که باید بیفته دنبال اونو گندکاریاشو جمع کنه یا از مواد بکشه بیرون یا از تو بغل دخترها، که البته اینو خودش در واقع میشه گفت که رد کرد. البته بازم همه گفتن که رابطه اینا خیلی فیکه و برای توجه و ویو لایک و شهرت بیش از حد. تو کتابش هم نوشته که با یه فرد نارسیست واقعی تو رابطه است و داره عذاب میکشه و شرایط روحی خوبی نداره، اما اسم نبرده و همه گفتن که همین یارو است. تو کتابش یه جا نوشته در 15 سالگی مورد تجاوز قرار گرفته و نوشته باید یه هیولا باشی تا هیولا رو شکست بدی. امیدوارم مشخص بشه که داستان زندگی اینا قراره به کجا برسه. بازم میگم که آینده خیلی از ما در گروه تروماها و اتفاقهای گذشتمونه. اینم گزیده ای از بخش‌های سیاه و دارک زندگی یه دختر خوشگل و سکسی جذابه که اگر اینا رو من عنوان نمی‌کردم شاید فکر می‌کردم خیلی اوکی و زندگی خیلی خوبی دارن، اما سلبریتی‌ها همیشه زندگی بدی داشتن، البته اکثرشون. خب ممنون که تا اینجا کار همراهی کردید. یه مقداری لایک و ویو ها پایین اومده. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید. ویدیوهای قبلی رو براتون قرار دادم دوستان. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.